الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه چهلم از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما غربت توحید و اهل توحید را در زمانمان بیان خواهیم کرد. برادران و خواهران عزیزم، بله، وقتی که توحید را آموختی، وقتی که به عمل کردن توحید شروع نمودی، وقتی در راه و تحقیق توحید کوشش کردی، وقتی که این دشمنان گرد و اطرافت را شناختی و اونها را به سوی توحید دعوت میکنی، بدان که تو غریب خواهی شد، بدان که تو حتما تنها و یکتا و غریب خواهی شد، بی کس و بی دوست و بیچاره و غریب. پس این همه غربت، این همه غریبی به خاطر چی؟ به خاطر این که توحید را آموختی، به خاطر این که توحید را عمل کردی، به خاطر این که مخالفان توحید را تو شناختی. در حلقه های گذشته به شما بیان نمودیم که مخالفان توحید، این فرقه های گمراه گشته و این فرقه های باطل زیادند. وقتی که تو موحد شدی، این همه فرقه های باطل به سر تو میریزند، دشمنی تو میشوند، تو را غریب میکنند، تو را تنها میگذارند و تو را میگویند که تو بیکس هستی، تو تنها هستی، غریب هستی. اما بدان که به تو این همه ضرر اونها، این همه کوشش اونها، این همه حرکت اونها که به تو ضرر برسانند نمیتوانند. تو غریب و تنها هستی، اما در نزد الله بزرگ هستی. تو غریب و تنها و موحد هستی، به خاطر موحد بودنت الله با تو است، نصرت الله با تو است، ملائکه های الله با تو است، چرا که تو به قرآن و سنت و به منهج صحابگان رضی الله عنه قدم زده ای. سبحان الله، امروز چه روزی غربت توحید است، امروز چقدر سخت توحید غریب شده است. در این زمان ما، زمان فتنه، زمان کفر و شرک، زمان قدرت کفار و مرتدین و مشرکین و منافقین، سبحان الله، چقدر کم هستند اون کسانی که از اهل توحید باشند، اون کسانی که موحد باشند، اون کسانی که از اهل جهاد به خاطر لا اله الا الله باشند، به خاطر توحید باشند، با زبانشان، با جسمشان، با پول و مالشان و با دیگر حرکت و کوشششان. سبحان الله، امروز چقدر زیاد است مخالفت توحید، امروز چقدر بزرگ شده است مخالفت نمودن به توحید. سبحان الله، امروز چقدر بتها پرستیده می شود و چقدر قبرها و مشهدها و مزارها بزرگ شماریده می شود و سجده کرده می شود و چقدر از مخلوقهایی که ضعیف است و ناچیز است و الله اونها را خلق کرده است دعا کرده می شود و عبادت و پرستش کرده می شود بجز الله سبحانه و تعالی. و امروز چقدر طاغوت های هست که ضعیف است و ناچیز است و خبیث است و از دین برآمده است و طاغوت شده است، در نزدش رفته تحاکم می کنند، او را حاکم می گذارند و با قانون گذاشته او
و به شریعت ساخته کفری او همه راضی‌اند و به او شکرگزاری میکنند. و چقدر مشرکانی هست، چقدر مرتدانی هست، چقدر از کافرانی هست که امروز اونها را مسلمان ها رفته دوستی میکنند، دوست خود قرار داده اند، به اونها موالات میکنند، به اونها کمک میکنند، به طرف اونها حرکت میکنند، به اونها اعتماد میکنند و اهل توحید را ترک میکنند. و امروز چقدر زیاد اهل توحید را تنها گذاشته اند و امروز چقدر زیاد به ضد اهل توحید می جنگند. ولا حول ولا قوة الا بالله الواحد الاحد الفرد الصمد. ای الله، ما را از اهل توحید قرار بده و فرزندان ما را از شرک نجات بده تا ابد. پس ببینید این حالت زمان ما است. پس بشناسید که ما در کدام زمان قرار داریم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بشارت را 1400 سال پیش به من و شما اهل توحید رسانده است و بیان کرده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است، خیلی که امام مسلم در کتاب صحیحشان روایت می کنند، عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند البته که هر آینه اسلام به غریبی شروع شد، اسلام به غریبی به وجود آمد و زود است که غریب می شود، اهل اسلام غریب می شود چگونه که شروع شده بود. پس خوشا به حال غریبان، طوبى للغرباء، خوشا به حال غریبان. پس این بشارت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. در روایت دیگر از سهل بن سعد الساعدی روایت شده است که عن النبی صلی الله علیه و سلم قال ان الاسلام بدأ غریبا و سيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذين يصلحون الناس اذا فسدوا او الذين يصلحون اذا فسد الناس. این حدیث هم صحیح است، در مسند امام احمد و در سنن و در سلسله احادیث صحیحه ذکر شده است. اسلام به غریبی به وجود آمد. اهل اسلام در اول اسلام غریب بودند و زود است که در آخر این اسلام، در آخر الزمان، اهل اسلام باز غریب می شوند. اهل اسلام حقیقی، موحدین، کسانی که توحید را چنگ می زنند و تحقیق می نمایند، باز غریب می شوند، کم می مانند و خوشا به حال غریبان. بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته شد که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، غربا کی ها هستند؟ رسول الله گفتند آنانی که مردم را اصلاح میکنند زمانی که مردم فساد شدند، مردم زمانی که مشرک شدند و مبتدع شدند و به کفر و رده واقع شدند، این اهل غربا می آیند و اونها را به سوی توحید دعوت میکنند. کسانی که در آخر الزمان مردم را از شرک به توحید دعوت میکنند، کسانی که توحید را تحقیق میکنند و می آموزند و عمل میکنند، انا منها غربا هستند. اینها سبحان الله کسانی هستند که غریب مانده اند، تنها اند، حتی دوست ندارند، چرا که اونها موحدند، همه ضد اونها است. و در روایت دیگر به لفظ دیگر آمده است که امام احمد ابن حنبل روایت میکنند و محدثین صحیحش دانستند النزاع من القبائل، یعنی غریب همون کسی هست که از اهل و خانواده اش، از دهه اش، از شهرش، از منطقه اش به خاطر توحیدش بیرون بشود، همه رو ترک بکند به خاطر توحیدش و تنها بماند. سبحان الله. پس این است غربا، این است غربا که به خاطر توحیدش
تنها میماند. ابن القیم الجوزی در کتاب مدارج السالکین میگویند فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون، انا اینها غربای هستند که از جانب الله و رسولش مدح کرده شده اند، ثنا خوانده شده اند، غربایی که موحد هستند. لقلتهم فی الناس جدا سموا غرباء، چرا این موحدینی که در آخر الزمان می آیند غریب گفته شده اند؟ زیرا که اونها به نهایت کم هستند، اندک هستند، قلیل هستند. سبحان الله. در اول اسلام زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مردم را به توحید دعوت کرد، تنها بود، غریب بود. در 3 سال اول پنهانی دعوت به سوی توحید می کرد، به سوی لا اله الا الله محمد رسول الله می کرد، به سوی کفر به طاغوت دعوت می کرد، به سوی الولاء والبراء والتکفیر دعوت می کرد، به سوی اثبات یگانه الله بزرگیش دعوت می کرد، به سوی عبادت الله دعوت می کرد، به سوی متابعت خودش و پیروی خودش دعوت می کرد. اما پنهانی بود، اما خودش تنها بود. به او ابوبکر صدیق اجابت کرد. ابوبکر صدیق قبولش کرد، بعد از اون خدیجه قبولش کرد، بعد از این علی رضی الله عنه قبولش کرد. صحابه رضی الله عنه مصعب بن عمیر میگویند وقتی که ما در خانه ابن ارقم جمع می شدیم 5-6 نفر بودیم که 2 تای اونها زن بودند و باقی مانده 4-5-6 نفر دیگر از ضعفا، یعنی انسانهای ضعیف، و در بین اونها ابوبکر صدیق. بله غریب است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این دین را به یک غربت، به تنهایی، به مشقت زنده کرد. با عذاب سخت به تنهایی این کلمه لا اله الا الله را زنده کرد. 3 سال پنهان، بعد از این آشکار، بعد از این هجوم تمام قبایل. رسول الله غریب بود به خاطر اینکه گرد و اطرافش همه مشرک بودند، اونها توحید را نمی فهمیدند. رسول الله غریب بود چرا که در گرد و اطرافش یهود و نصارا و مشرکین بود. اونها سنگ پرست بودند. خیلی که در روایت امام بخاری آمده است، یکی از اونها روایت میکند که سنگ را میپرسیدیم، حتی گوسفند را در گردش طواف میکردیم یا که در گرد و سنگ طواف میکردیم. اونها بعضیشون با همراهی الله وسیله میگرفتند و با همراهی الله یک چیزی را، هیکلی را میپرسیدند، منات، عزا، لات، و بعضی اونها مستقیم سنگ را و بغیر الله چیزی دیگری را عبادت میکردند. اهل توحید در اون زمان غریب بود. به خاطر این غریب بود که رسول الله وقتی که به خاطر الله مردم را به لا اله الا الله دعوت میکردند، رسول الله را میزدند، ابوبکر صدیق رضی الله عنه را میزدند و میکفتند. ببینید یاسر پدر عمار را به قتل رسانیدند، سمیه مادر عمار را به قتل رسانیدند. شما تفکر بکنید، تأمل بکنید، اندیشه بکنید که به خاطر چی به قتل رسانیدند. آیا صحابگان در دستشان یگان اسلحه وجود داشت؟ آیا صحابگان در مکه جنگ کردن اجازت بود؟ نه والله. در مکه یگان نفر صحابه اجازت جنگ کردن نداشت. 10 سال و 13 سالی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در مکه بودند، 10 سال اول بعد از این 3 سال نماز که فرض شده بود، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و صحابگان هیچ اجازه از جانب الله نداشتند که با مشرکین بجنگند. اما مشرکین صحابگان را قتل میکرد. مشرکین و دیگر از این سبحان الله دشمنان الله صحابگان را قتل میکرد. پدر عمار، مادر عمار و دیگر نیز صحابگان و بعضی اونها را از دینش میگردانید و بلال را به بالایش سنگ بزرگی را در یک سبحان الله دشت تصفان در هوای گرم گذاشته بود تا که از دینش بگردد. اونها غریب بودند، اونها بیکس و بیچاره بودند، اما این امتحان الله بود، این سنجش الله بود که الله خودش خبر داد. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين.
آیا شما گمان میکنید که بگویید که ایمان آوردم به همین خلاص؟ نه، بلکه هر کسی که بگوید که من ایمان آوردم، الله او را ابتلا می کند، می سنجد تا که بداند که کدام از شما صادق هستید و کدام از شما کاذب هستید. رسول الله آهسته آهسته از این غربت بیرون شدند و دین عزت یافت و بعد از این سبحان الله نصف این عالم در دست مسلمان ها بود. هر کسی که موحد است عزیز بود، هر کسی که موحد است غریب نبود. اما رسول الله گفتند که آهسته آهسته وقتی که آخر الزمان نزدیک می شود، باز اهل توحید، باز همون کسانی که در منهج رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند، در منهج صحابگان هستند، به قرآن و سنت چنگ میزنند، غریب میشوند. چگونه که من غریب شدم، چگونه که رسول الله میگن من در اول اسلام غریب بودم، چگونه که در اول اسلام رسول الله و صحابگان غریب بودند، در آخر این امت هم یک طائفه از اهل توحید که فقط خودشان باقی مانده اند و دیگران گمراه شده اند، باز غریب می شوند. پس ای خواهرم، ای برادرم، الله شما را رحمت بکند. بدانید که شما از جمله غربا هستید. اگر در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مشرکین و کفار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را غریب کرده باشد، در این زمان مشرکین و مرتدین و کفار و منافقین در بالای من و شما تسلط کرده است، امت اسلام را پاره پاره کرده است و ما را غریب قرار داده است. سبحان الله، اگر در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منافقین اسلام را غریب کرده باشد، امروز این فرقه های باطلی که وجود دارد اهل توحید را غریب کرده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند، چگونه که در حدیث آمده است، امتی من به 73 فرقه و ستفترق امتی على 73 فرقه، به 73 فرقه تقسیم می شود، کلهم فی النار. از همین 73 فرقه همش آتش جهنم می رود، به آتش جهنم وارد می شود. 72 فرقش الا واحده، مگرم یک طائفه اش این نجات یافته است که این اهل توحید است. آنانی که به قرآن و سنت چنگ زدند، به توحید چنگ زدند، اینها غریبند، اینها طائفه منصوره هستند و اینها اهل سنت و الجماعت هستند. پس این فرقه های باطل هم من شما را غریب کرده است. امروز این فرقه های باطل از رافضه مرتدی مشرکی شروع کرده، از صوفی قبوری مشرکی، اشعری و ماتریدی بدعتی کفری، سبحان الله، و دیگر فرقه های باطلی و دیگر مرجعه و خوارج و غیره. و میبینید که امروز مدخلی و جامی و یا که حزبی ها، از حزب اخوانش تا نهضتش تا تحریرش، یا از گروه های دموکرات خواهی، فرقه های دموکراتی، از این حزب هایی که خودش را اسلام میگه دموکرات میخواد، یا دیگر گروه هایی که دموکرات میخواد، همه اینها سبحان الله اهل توحید را غریب کردند. ما و شما در بین اینها غریب هستیم. ما را مشرکان نمیخواهد، کفار نمیخواهد، یهود و نصارا نمیخواهد، مرتدین نمیخواهد، تمام فرقه های مشرکی باطلی از صوفی و رافضه و دیگرش نمیخواهد. سبحان الله، این حزب هایی که خودش را به اسلام میدهد نمیخواهد، مرجعه ها نمیخواهد، خوارجا نمیخواهد و این مدخلی های جهمی ها نمیخواهد و این چنین این حزب های خبیث ها از حزب نهضتش یا که گروه 24ش یا دیگر و دیگرش، همه اینها ما را نمیخواهد، ما را هیچ کسی نمیخواهد. ما غریبیم چرا که ما اهل توحیدیم. همه این به خاطر توحید است. همه این که اونها ما را نمیخواهند به خاطر آموختن توحید است، به خاطر تحقیق توحید است، به خاطر کفر بالطاغوت است، به خاطر الولاء والبراء است. والله این بشارت رسول الله به من و شما بود. والله این بشارت رسول الله به شما ای اهل توحید است که سبحان الله هر کسی که از اهل توحید باشد غریب است. پس غریب باش، از اهل توحید باش. غریب باش اما از دوست داشته الله باش. غریب باش آنی باش که از دوست داشته شدگان الله باشی.
غریب باش اما عمل کننده بر قرآن و سنت باش. امروز اهل سنت و الجماعت در درون و در بین مسلمان ها غریب است. از درون اهل سنت و الجماعت سبحان الله کسانی که توحید را می آموزند و عمل می کنند غریبند. در درون موحدین علمای موحدین غریبند. پس ای غربا صبور باشید، ای غربا خرسند و خوشنود باشید که به شما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که صبر بکنید. اجر شما 50 برابر است از اجر صحابگان. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند در آخر الزمان یک طائفه از امت من می آیند که اونها 50 برابر زیاد از صحابگان اجر دارند. هر یک عملشان 50 برابر زیادتر اجر دارد از صحابگان. منهم او منا بل قال منکم. اونها کی هستند؟ اونها اهل توحید هستند که در آخر الزمان می آیند، توحید را می آموزند، عمل می کنند، دعوت می کنند، صبر می کنند و به خاطر توحید وفات می کنند. چگونه ای که در صدر اسلام صحابگان وفات کرده بودند، چگونه ای که در اول اسلام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اذیت کشیده بودند. این بشارت است، این نجات است. پس سبحان الله ببینید که امروز چقدر اهل توحید غریب مانده است. صفت این غربا چیست؟ صفتشان این است که تمسک به سنت رسول الله دارند، به سنت رسول الله چنگ زدند. زمانی که همه مردم سنت رسول الله را ترک کرده است، اینها به سنت رسول الله چنگ زدند و به خاطر به سنت رسول الله چنگ زدن همه دنیایشان را ترک کردند. از هیچ چیزی نمی ترسند، بجز الله به کسی امیدی ندارند. و اونها کسانی هستند، غربا کسانی هستند که توحید را تحقیق نمودند، آموختند، عمل کردند. زمانی که تمام مردم توحید را انکار کردند، این روزی من و شما است. تمام مردم توحید را انکار میکند، اکثر مردم توحید را انکار میکند، اما یک طایفه هستند که به توحید چنگ میزنند. و دیگر صفت این اهل غربا، اهل توحید این است که خودشان را به یگان حزب، به یگان گروه، به یگان جماعت بجز قرآن و سنت، بجز اهل سنت و جماعت و بجز الله و رسولش نسبت نمیدهند. در نزد اینها شیخ پرستی، طریقت پرستی، مذهب پرستی، طائفه پرستی، حزب پرستی وجود ندارد. وطن پرستی، ملت پرستی وجود ندارد. مقصد اونها، مرام این اهل غربا این توحید است. مقصدشان، امیدشان، آرزویشان الله است، رسول الله است. این غربا خودشان را نسبت میدهند به الله، میگن ما بندگان الله هستیم، ما یکتا پرست هستیم. خودشان را نسبت میدهند به رسول الله و میگویند ما پیروان رسول الله هستیم، هر چیزی که از جانب رسول الله آمد قبول میکنیم. و انمین غربا کسانی هستند که در حقیقت به دین چنگ زده اند و میسوزند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتند یأتی زمان على امتی القابض على دینه كالقابض على جمره. حدیث صحیح است. یک روز می آید به امت من در آخر الزمان، یک روز به امت من می آید که چنگ زننده به دین، دیندار، کسی که دین خود را می دارد، کسی که توحید خود را نگه می دارد، توحید را می آموزد و توحید را تحقیق می کند، گویا که لخشه را به دستش دارد، گویا که به دستش لخشه گرفته است.
بله، هر کسی که در این زمان توحید را می آموزد، توحید را تحقیق می کند، عمل می کند، به قرآن و سنت چنگ می زند، انا همین صفت را پیدا می کند. در درون خانه اش انسان موحد غریب است. یک انسانی که موحد است در نزد پدر و مادر خود غریب است. در خانواده اش جای ندارد. در نزد زن و فرزند خودش غریب است. در نزد مسلمان های منطقه اش غریب است. چرا که موحد است. برای همین علمای سلف می گفتند کوشا باش، موحد باش، کوشش بکن تا موحد باشی، بیاموز، توحید را تحقیق بکن و صبر بکن به تنها ماندنت و صبر بکن که تو از اهل و خانواده ات غریب میشوی، تو از پدر و مادرت غریب میشوی، تو از خانه و درت جدا میشوی، تو از مردم دور میشوی. مردم همه ضد تو میشوند، همه اش به خاطر این که تو موحد هستی، تو موحد هستی، تو مخالف اونها هستی. اما صبور باش که عاقبت تو جنت است. پس بارک الله فیکم، این همه حدیث ها دلالت می کند که غربای اهل توحید در همه وقت و زمان وجود دارد. اما سختترین غربای اهل توحید در اول اسلام در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم بود و سختترین دومش در آخر زمان می شود که امروز این غریبی دیده شده ایستاده است. امروز غربت توحید دیده شده ایستاده است. امروز وقتی که یک شرک را شرک میگوید، همه بر سر شما طعنه ها میزنند، دشنام ها میگویند، گویا که شرک را نمیفهمند. وقتی که کفر را کفر میگوید، همه دشمن شما هستند. وقتی که مردم را به قرآن و سنت دعوت میکنید، همه از شما دورند و شما را نمیخواهند، همه ضد شمایند. به خاطر چی؟ به خاطر این که شما حق را میگویید، به خاطر این که شما توحید را میگویید. به همین خاطر شما تنهایید، شما غریبید. ابن القیم الجوزی میگن اهل اسلام در بین مردم غریب است، یعنی مسلمان ها در این دنیا غریب است، چرا که کفار و مشرکین زیادتر است. والمؤمنون فی اهل الاسلام غرباء، مؤمن ها موحد ها در درون اهل اسلام باز غریب است. و اهل العلم فی المؤمنین غرباء، علما و موحدین در بین موحدین، در بین مؤمنین علما باز غریب تر است. و اهل السنه الذين يميزونها من الاهواء والبدع منهم الغرباء، اهل سنت در بین دیگر فرقه های باطل غریب است. والداعون الیها الصابرون على اذى المخالفین هم اشد هؤلاء غربه، دعوت کنندگان به سوی قرآن و سنت، دعوت کنندگان به سوی توحید و در این راه صبر کنندگان به نهایت غریب هستند و سخت از مخالفان خود از فرقه های باطل اذیت میکشند. ولكن هؤلاء هم اهل الله حقا، اما بدانید که انا من اهل غربت، انا من اهل توحید، اینها اهل الله هستند، حقیقتا اهل الله هستند. فلا غربت علیهم، اونها هیچ غربتی وحشتی ندارند، چرا که الله دارند، چرا که دین دارند، رسول الله دارند. انما غربتهم بین الاکثرین، غربت اونها در این دنیا در بین مردم است، اما اونها در نزد الله عزیز هستند. پس بارک الله فیکم، وقتی که شما این حلقه های توحیدی را گوش کردید، عمل کردید، تحقیق نمودید، دانید که حتما غریب میشوید. دانید که حتما دوست شما، بهترین انسان هایی که در گرد و اطراف شما هستند، حتی خانواده شما، پدر و مادر شما، مخالف شما خواهند شد، شما را نمیپذیرند و شما غریب خواهید شد. اما بدانید که این نجات شما است. زمانی که غریب شدید به خاطر توحید، دانید که شما در راه حق هستید، دانید که شما
در حقیقت به توحید چنگ زده اید و باذن الله سبحانه و تعالی نجات خواهید یافت. از همین جهت باز کوشش بکنید به آموختن توحید، باز کوشش بکنید به شناختن دشمنان توحید، باز کوشش بکنید بر تحقیق توحید، باز کوشش بکنید برای انجام دادن کفر بالطاغوت والولاء والبراء، باز کوشش بکنید که از جمله صادقان باشید، از جمله مؤمنین و موحدین باشید. بارک الله فیکم. و با همین این حلقه رو به پایان میرسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه های آینده دیگر باقی مانده مسائل را به شما ذکر خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.